نام الصمد الله سبحانه و تعالی هست، الله الصمد. اینجا امام بخاری رحمه الله میگه که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن قال الله، میگه ای الله متعال گفت. حدیث قدسی میگن. حدیث قدسی کدام حدیث میگن؟ یعنی حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دومه که الله گفته هست، پس این حدیث قدسی هست. در این حدیث قدسی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قال الله متعال میگه کذبنی ابن آدم، میگه ابن اولاد آدم مرا تکذیب کرد. اعوذ بالله، اعوذ بالله. از او بنده های آدمی که الله را تکذیب بکنه، این کفر بسیار خطرناک است. ولم یکن له ذلك، و این میگه بر از این شایسته نبود که مرا تکذیب بکنه. و شتمنی، و میگه مرا دشنام داد. ولم یکن له ذلك، این هم بر از او شایسته نبود. یعنی سعی کنین، بعضی از انسان ها بنی آدم کسایی هستن که الله را تکذیب میکنن. چه خطرناک است که یک کسی تکذیب بکنه الله سبحانه و تعالی را، یا دشنام بده الله را. این چی هست؟ اما تکذیبه ایاه، الله متعال میگه الله را چه قسم اینا تکذیب میکنن؟ میگن چه قسم را تکذیب میکنن؟ ان یقول اینی لن اعیده، که ای بگویه که من دوباره زنده او را بر نمیگردانم، یعنی او را از بعث بعد الموت انکار کنه. اگر یک کس میگه که الله مرا دوباره زنده نمیکنه و بعث بعد از مرگ نیست، زنده شدن بعد از مرگ نیست، ای الله را تکذیب کرده هست. پس ای کسا الله را تکذیب میکنن. کما لن اعیده کما بدأته، اگر او تو عقیده داشته باشه که من او را دوباره بر نمیگردانم، اما قسمی که او را مثلا مخل کردم، این تکذیب میکنه الله را. پس تصدیق الله چی است؟ این است که ما ایمان داشته باشیم بل بعث بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ، که وقت ما مردیم الله دوباره ما را با قدرت خود و عظمت خود ما را دوباره زنده میکنن برای حساب و کتاب و میزان. خب، و اما شتمه ایاه، دشنام دادن از عمر چی گوین؟ یعنی الله متعال میگه چه قسم الله را دشنام میدن؟ ان یقول اتخذ الله ولدا، مثل که این قسم سخن بگه که بگه که الله فرزند گرفته هست. و انا الصمد الذی، سکن الله متعال میگه من او ذات صمد یا بی‌نیاز هستم که لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، که نه ما فرزند زاده ام، ولم اولد، و نه خودم از کسی زاده شده ام، ولم یکن لی کفوا احد، و نیست بر من هیچ کف و شریک هیچ کسی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب پس در این حدیث قدسی ما و شما میفهمیم که الصمد اینجا در حدیث صحیح قدسی نام الصمد الله سبحانه و تعالی تشریح شد که الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی صمد، نام صمد الله هم به این معنا هست که الله متعال ذات یگانه هست. که چرا ذات یگانه هست؟ به خاطر از اینکه به فرزند نیاز نداره، به والدین نیاز نداره، به شریک نیاز نداره، به همتا نیاز نداره، به همسر نیاز نداره، به سکرتر نیاز نداره، به رئیس دفتر نیاز نداره. به کل از این خاطر الله ذات یگانه هست. اینا کسایی که تکذیب میکنن الله را، بازی چی میکنن؟ مثلا نصرانی ها گفتن که عیسی مسیح پسر الله هست. این تکذیب الله هست. و کسی که باز اونا را تصدیق میکنن که بله عقیده از اینا درست است، اینا هم الله را تکذیب میکنن. و کسی که تکذیب دشنام میتیره، شتم گفته است که کسی برای الله نسبت فرزند نمیته، این الله را دشنام داره. شما فکر بکنین اگر یک کسی ذات خالق ذوالجلال دشنام میته، این از اینکه کفر خطرناک نیست. علامه محمد امین شنقیطی رحمه الله میگه که وقال بعضهم، میگه بعضی از علما میگن الصمد هو الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میگه بعضی علما این قسم تفسیر کردن که صمد چی رو میگن؟ صمد هو الذي، او ذاتی هست که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب شیخ براق میگه که الصمد هو الکامل فی جمیع صفات الکمال. این میگه که صمد یعنی ذات کاملی که در تمامی صفات کمال کامل است.
استاد رضوانی این میگه الصمد هو السید الذی له الکمال المطلق فی کل شیء. میگه او سید هست که کمال مطلق داره در همه چیز، یعنی و هو المستغنی عن کل شیء، و از هر چیز مستغنی هست. سبحان الله. علمای بزرگ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که الصمد الذي تسمد الیه الاشیاء اذا انزل بهم کربتا او بلاء. میگه صمد او ذاتی هست که با او چی میکنن؟ هر چیز در سختی ها او را قصد میکنن. یعنی الله الصمد یعنی او ذاتی که قصد میشه در سختی ها و مشکلات انسان به طرف از او رجوع میکنن. یعنی معنای مقصدش است که نام صمد الله سبحانه و تعالی به این معنا هم است که الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، و نام صمد الله سبحانه و تعالی به این معنا هم است که الصمد ذاتی که له الکمال المطلق، ذاتی که دارای کمال مطلق است، و همچنین الصمد الذی یسمد الیه کل محتاج، و ذاتی هست که کل مردم بر از او چی میشن؟ بر از او کلگی او را قصد میکنن و به او توجه میکنن. یعنی نام صمد الله شامل کل این صفات میشه.